برادر عزیز خوب هستی؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صحت و سلامت؟ امیدوارم که شما خوبی بخیری. خدا رو شکر. چه خبر آشنا بگیری؟ خدا رو شکر برادر عزیز، همه چیز میگذره. شما بگین خانواده همه خوب هستن؟ برادرها، عزیزا، تاجیکا؟ می‌فهمم که برادرای نزدیک داریم که در چی سراسر دنیا نباشن، همه که برادرای تاجیک هستن. سلامت باشی برادر، تکلیف باشی. زنده باشی برادر عزیز. شما فعلا در کجا موقعیت دارین؟ من در شهر اسلام. درست. زندگی همه چیز خوب است؟ خانه الله پاک با دعای شما گشتیم. خب خداوند شما را همیشه در زندگی پر سعادت و زندگی پر از آرامش و پر از درستی نصیب بگردانه، که هم شما خوش باشین، هم خانواده عزیز خوش آرام باشه، هم روح روانتان آرام باشه. چون زندگی آرام از دیدگاه من یعنی زندگی که در او آبرو و عزت باشه. زندگی اگر آبرو و عزت نبود، سلام و احترام برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. درود و رحمت خدا بر شما بود. دیگه با اون خاطر من همیشه تاجیکا رو میگم که در زندگی هیچ وقت حسرت از این نخورین که چرا ما پول زیاد نداریم، چرا ما امکانات زیاد نداریم. پول داشتن مشکل نیست، اما همیشه آرزوی ما عزت باشه، آرزوی ما سربلندی باشه و آرزوی ما این باشه که ما آزاد باشیم. انسان اگر آزادی داشت، اگر عزت داشت، اگر سرش بلند بود، فکر کنین که تمام دنیا از شماست و شما را هیچ کسی هیچ آسیبی برتان رسانده نمیتونه. دیگه ما همیشه برای تاجیکای خود، برای برادرای خود، برای هم ملتیای خود همیشه میگیم که ما یک ملت بزرگ هستیم، قدر یکدیگر را باید بدانیم، قدر ملت خود را بدانیم، فریب خنده‌های دروغی دشمن را نخوریم که میان خنده میکنن ما را برادر میگن. کدام برادر؟ این برادر گفتن ها همگیش یک عادت است. برادر، اگر تو برادرم هستی، سرزمین مرا، زمین مرا، خانه مرا دزدیدی، این چی رقم برادری است که یک روز نامدی نگفتی که این خانه تا دوباره برای تسلیم میکنم، ما از پیش دزدیدیم؟ این را برادری میگن شما؟ آیا در برادری دزدی است؟ آیا در برادری است که شما امام ابو حنیفه را بزرگترین دانشمند جهان اسلام که یک تاجیک است برین در دنیا بگین کوزبک است؟ این برادری است؟ دیگه با اون خاطر من همیشه تاجیکا رو میگم که در زندگی هیچ وقت حسرت از این نخورین که چرا ما پول زیاد نداریم، چرا